بالیوز امریکا بو آزادین آینی راگهاند پیخامت پاراستنا کمینه آینی اداره واشنطن ده فشار اقیت سر حکومت عراق والحفتیا دربازبوی سروک ولایت اگرتی دونالد ترامپ بریارک دوی درباره داد امضا کریو داخواست جه حکومت امریکا کریه پاراستنا ماف و آزادیا کمینه آینی بکته اک جکارن خوین سرکی. جلای خوف وزیر درفه امریکا دوی درباره دا راگهاند بریار پاراستنا مافن کمینه آینی لسرانسری جیهانه ایکم بریار جوی شیوه سروکه که امریکا امضا دکتنو نوکه او بریاره بویا ایک جه ارکن سرکین وزارت درفه امریکا. به وی چنده پاراستنا کریستیانو ازدیانو سرجم کمینه آینی العراق جی دبیت کارک فرمی وزارت درفه امریکا. در راپورتا که دا درباره روشماف و آزادین کمینه آینی جیهان دا ازدیان و کریستیانان لعراق بتایبتی وزارت درفه امریکا دان بوی چنده کریه کل سال 2014 حکومت هرما کردستان 5 میلیون دلار بو آزاد کرنا کردن ازدی جدست رخصت داعش خرج کرینه. بله همان دمدا وزارت درفه امریکا در راپورتا خود آشکرا کریه که هتانو کجی نزیکی 306,000 کردن ازدی آوارن و نشیاین وگرن سرمالو دورن خو. در راپورتا وزارت درفه امریکا دهاتیه هیزو میلیشیات عراق دبردوامن لسر پیشل کرنا مافن کمینه آینی و دای زانین هجمارکا سرکرده کریستیان و ایزدیان لپارزگاه نینوا دبردوامن سکارایان لدجی هیزن پیشمرگهی و آسایشی و میلیشیات شیعت و مردکن و به پیشل کرنا ماف و آزادینوان خطابار دکن. هر دوی راپورتا وزارت درفه امریکا دهاتیه. لعراق و هرما کردستان جی درکتن و دست بردان جاین اسلام لگوری یاسای هاتی قدغا کرن و هر مسلمانه که دست جاین خوب بردتن دهتا سزادان. بله همان یاسا ریده تا کسی که ایزدی یان کریستیان ببیتا بسلمان.